سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم به لیک گریگوری. این گریگوری لیک یه لیکیه، یه دریاچه آب شیرینی هستش که تقریبا از مکان ما نورس اورنج کانتی یعنی فلورتون به اینجا حدود 1 ساعت درایوه. جاتون خالی، خیلی خیلی خوب و زیباست. لیک خیلی بزرگی داره. امروز هم که روز کمپ افراده، دارید میبینید اومدن اینجا. زیبایی های طبیعت، آسمان آبی و این لیک خیلی خیلی زیبا. جای همه شما عزیزان اینجا خالیه و اون کایک ها رو میبینید، کایک هایی که تو آب در حال شنا کردن هستن. خیلی لذت بخشه. البته اینجا میگن که میتونی تو همین آب هم شنا بکنی، قسمتی دارن میتونید وارد آب هم بشید شنا بکنید و لذتش رو ببرید. در خدمتتون هستم. اون قایق رو دارید میبینید، خانوادگیه. یه خانواده سوار شدن اومدن اینجا. حالا یکم با من همراه باشید، این مسیر رو با هم دیگه بریم و ببینیم جلوتر چی داره. بچه ها که اینجا در حال بازی کردن هستن. یا نمای روبرو رو میبینید. و این دار و درخت زیبا. جای همه شما عزیزان خالی. خب حالا کمی اینجا قدم بزنیم و این مسیر رو طی کنیم. بله، جاتون خالیه. من فکر کنم از اون کنار بریم زیباتر. لیک رو هم بیشتر میبینیم. بله، سلام، خوش آمدید به طبیعت. بله، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفتی کردگار. بله، دارید میبینید که خیلی از افراد در حال تفریح و کایک سواری هستن. زیباست اینجا، زیباست. جای شما عزیزان همگی خالیه اینجا. بله، این دوستمون هم که دارن آماده میشن که برن برای شنا. بله، اینم لیک زیبای ما. آماده؟ بله، دوستمون آقا مجید آماده شدن برن توی آب. واو، زنده باد، زنده باد. شناگر حرفه‌ای هستن آقا مجید عزیز. شیب انقدر زیاده که حواسم نمیشه، سر خوردم خودم رفتم پایین. بله، لذتی داره. Oh my god. Are you okay? این دوستمون هم که در حال ماهیگیری هستن، متاسفانه بسکتشون سر خورد رفتش تو آب. بله، از لیک های زیبای این منطقه است.
بله، شما هم امیدوارم از این طبیعت زیبا لذت ببرید. آب خنکی باید باشه و لذت بخش. من امروز نتونستم برم توی آب، متاسفانه نتونستم. ارادتمند شما هم هستم. نتونستم امروز برم در داخل آب و از این آبتنی لذت ببرم چون وسایلی نیاورده بودم. حالا انشالله سری بعد. راستش بخواید دوستمون آقا مجید داره شنا میکنه، منم دلم خواست. جانم پرواله بیا بگی پرواله. آها بله. بله شنای پروانه دارن میکنن ایشون شناگری هستن. کم عمقه. کم عمقه؟ آب چطوره؟ خنکه؟ ایشون چون داخل گوشاشون چیزی گذاشتن که آب نره، قطعا صدای من خوب نمیشنون. Yeah, be careful. Are you okay? بله آقا مجیدی نگاه کنید این با چه قایق زیبایی. قایقای موتوری هن دیگه، اینا موتور دارن. آره شمالا لذت خاصی داره دیگه گشتن در این روضه رضوان. جای شما خیلی هم خالیه. مواظب باشید نیفتید. دریا رو یعنی این لیک رو چه مواج کرد. موج‌ها میخورن. یه لحظه یاد دریا افتادم. عجب. یاد دریاچه زیبای خزر خودمون کردم. جاتون خالی. واقعا جدی میگم اون دریاچه خزر که ادامه دریای تیتیس هستش، اون قسمت آبی که گیر کرده در اون چاله و شده دریاچه‌ای که بزرگترین دریاچه دنیا محسوب میشه، خیلی عالیه. میرفتیم سمت شمال، بابلسر، رودسر، لاهیجان. واقعا دریاش دیدنیه. رامسر، به به به، رامسر هتل قدیم، هتل جدید. هتل قدیمش چقدر ما با دوستانمون تو دوران دانشجویی رفتیم اونجا. چقدر چه ایام خوشم بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود. واقعا عزیزان هنوز بعضی از درخت‌ها به دلیل سرمایی که اینجا وجود داره هنوز بیدار نشدن. دقت کنید. البته بیشتر درخت‌های کاج هستن اینجا. کاج‌های بسیار بلند قد کشیدن. این کاج‌هایی که خیلی خیلی بلندن، میدونید دیگه وقتی که اینا رو میخوان استفاده کنن، اینا رو به عنوان تیر چراغ برق خیلی استفاده میکنن. البته پوشش‌های خاصی میزنن که اینا تخریب نشن. میبینید 70-80 سال یک تیر چراغ برق از همینا تولید میکنن. خیلی زیباست امروز اینجا. گفتم برای شما ویدیو تهیه بکنم و اون روبرو هم
باید منزلی باشه. آره دیگه اون خیابون اصلیه دیگه اگه اشتباه نکنم. بریم ببینیم اون بر چه خبر. یه قدمی بزنیم. بله اون خیابون اون خونه شخصی، این خونه شخصی هم. پرچم یونایتد استیت هم دارید میبینید. بله. خواستم یکم بیام بالا، از این قسمت بالا ویو رو براتون بگیرم. خونه کاملا امریکایی. این هم ویو دریاچه. از اینجا شروع میشه. این تفلک هم درخت خوابن ها، میبینید هنوز بیدار نشده. این دریاچه تا به اون نقطه دریاچه است، تا به این نقطه. تا به اینجا و همونجا دور میزنه میره اونور. بزرگه برای خودش، دریاچه زیبا و قشنگیه. خب عزیزان، این هم لیک گریگوری، جاتون خالی. یاد یک آهنگ افتادم، داشتم اینجور زمزمه میکردم اینجا. براتون یه تیکشو بخونم، اگه تونستید بگید از کیه برام کامنتش کنید. صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو قل تنهایی من، به یاد کودکی لالایی من. دل غمگین تو در دست من بود، ز دست دیگری افتاد و گم شد. سیه زنجیرگی سوی بلندت، پریشان شد دلم هی وای وای هی وای. منظر شما از کی بود؟ این هم طبیعت زیبا. عزیزان مرسی که ما بودید. ممنون از نگاه پرمهرتون. ارادتمندم.